يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان همیشگی برنامه ما جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستند که قبل از همه چیز عرض سلام و ادب داریم خدمتشان. جناب مولانا خوش آمدید. خوش سلامت باشید. الله متعالستان کنه. بینندگان عزیز گرامی، موضوع برنامه امروز ما قرآن کریم و ادیان است. همانطوری که شما عزیزان میدانید الله سبحانه و تعالی در مرور زمان از زمان آدم علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادیان و کتاب‌های آسمانی را برای هدایت بشریت فرستاد که هر دین و هر پیامبر در زمانهای معین در مکانهای معین برای اقوامی مختلف فرستاده شدند تا پیام الله سبحانه و تعالی را، پیام توحید و یکتاپرستی را برای تنظیم امور زندگی بشریت برای آنها بفرستند و انسانها را به سوی توحید و یکتاپرستی و به سوی فلاح و فوز و رستگاری هدایت نمایند. اولین این پیامبران آدم علیه السلام و خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم سیدنا حبیبنا محمد علیه السلام می باشند. در برنامه امروز می‌خواهیم در مورد قرآن کریم و ادیان صحبت بکنیم. با این موضوع در خدمت جناب مولانا هستیم. بفرمایید، سراپا گوش هستیم. خوش سلامت باشید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. استاد بزرگوار، طبیعی است که جامعه انسانی در حقیقت با تباینی که از نظر رنگ و زبان و مسکن دارن، بله. طبیعی است که با تعدد فکر و با تعدد نگرش و با تعدد عقیده هم روبرو هستن. بله. بنابراین چیزی که کلگی را یک جای میکنه همانا انسانیت هست. درست. از این خاطر یکی تعبیرهای به اصلاح من برش دموکراسی خیلی میگم. درست. اینا همیشه هم انسان پیش میکنن. بله. و در حقیقت جفا میکنن، واقعیت را نمیگن، خودشان معتقد به این نیستن. درست. ولی قرآن کریم بسیار پیش از همه یک عنوان عمومی دارد به نام ناس. یا ایها الناس. یا ایها الناس. یا ایها الناس. وقتی که کلمه میگه که یا ایها الناس، ای انسان، در هر محیطی که هستی، به هر رنگی که هستی، به هر عقیده‌ای که هستی، یک چتر عمومی را پیشکش میکنه و در اون چتر در حقیقت چگونگی تعامل خود را به معرفی میگذاره. بله. روی اساس است که قضیه انسانیت قرآن اول مطرحش کرد. سوره انسان کاملا یک سوره را به نام سوره انسان. هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. و در سوره مبارکه نساء آیه 7 میخوانیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر یا ایها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. این یک تعبیر عجیب میکند. یا ایها الناس، ای مردم، ای انسان، اتقوا ربکم، از مخالفت دساتیر پروردگارت بترس، خود را نگه بدار. الذی خلقکم، و اللهی که همه شما را آفریده است. من نفس واحدة، از یک نفس، از یک حضرت آدم علیه السلام همتان را آفرید.
و خلق منها زوجها و از وی آفرید همسرش را و بث منهما و بیرون کشید از این دو نفر رجالا کثیرا و نساء، مردان بسیار زیادی و زنان بسیار زیادی را. واتقوا الله، از الله بترسید، الذی تساءلون به که به نام او از او میخواهید، والارحام بترسید از قطع صلت رحم، از این بترسید. ان الله کان علیکم رقیبا، بشک الله بر بالای همه اعمال شما نگهبان است و مراقب است. این آیت در حقیقت بر ما امیر نشان داد که کل جامعه انسانی گرفته شده است از یک مادر و پدر، به هر قوم و به هر کشی که تعلق دارد. درست. بناهن وقتی که همگی صاحب یک خانه هستیم و صاحب یک نجات شدیم، صاحب یک قضیه شدیم، بناهن همه قضایا را باید با تفاهم و با حوار و با واقعیت ها باید در میان خود باید بگذاریم. قضیه را به طرف ظلم و به طرف اجحاف و به طرف قتل و به طرف بدبختی نکشانیم. ما انسانی هستیم که میتونیم در بین خود بشینیم. یعنی الله متعال میفرماید که شما یک وجه مشترک دارین که انسانیت است. که انسانیت است. قبل از اینکه حقوق انسان سازمان ملل اصلا به وجود بیاد. قبل از اینکه دیگر را میگه. در سوره مبارکه حجرات آیه 11 میخوانم: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس قوم و زبان و سمت و چیزا را کلش برداشت. شما را از یک پدر و مادر آفرید، بعد شما را قوم و قبیله و سمت و زبان یا گشانید لتعارفوا، تا یک دیگر را بشناسید. وقتی که بشناسید یک دیگر را، تعامل در بینتان زیبا می شود، مقبول می شود. ولی بدانید که بهترین شما متقی ترین شماست. هر کس که از خدا بیشتر ترسید، هر کسی که تعامل خود را به اساس دستور الهی قرار داد، او بهترین شماست. بعد در رابطه به این که تعامل با جامعه بشری طبیعی است که به تساند و تعاون همین دین به ما دستور میده. با بس کل اختلاف اگر داشته باشه، باز هم شما چی بکنین؟ به یکدیگر دست بتین، تعاون بکنین، کمک بکنین تا این تعاونتان شما را به قبول یک حقیقت وادار بکنه. از این خاطر در سوره ممتحنه آیه 8 میخوانیم: لا ینهاکم الله، الله شما را منع نمیکنه ای مؤمنان، عن الذین لم یقاتلوکم، از اینکه خوبی بکنین، دست خوبی بتین، مساعدت و کمک بتین در حق لم یقاتلوکم فی الدین، که در مورد دین با شما نمی جنگند. یعنی یک طرف شرک است، یک طرف بیدینی است، الحاد است، از طرف دین شما صاحب یک مأموریت هستین. هرگاه قضیه دینی نباشه، اگر قضیه سر زمین بوده باشه، اگر قضیه سر تجارت باشه، تسامح بکنن، نباید سر چیزا مثل یک انسان برخورد بکنن. بله این کارا نکنن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، در مورد دین امر شما در جنگ کرد، یعنی اونا متعرض شما را بگن که بیرون شوید. یعنی رسول علیه السلام چه وقت دستور به هجرت دادن؟ کمی که در مکه جای نداد. چه وقت خود مبارک هاجر میشن؟ کمی که دیگه اجازه برش نمیده. وقتی که برنامه قتل ایشان را طراحی کردن، بعد از او باز بیرون میشود. میگه در مورد دین امر شما نجنگید که بر بگه که اینا بهترین زنه برای تو میتیم، شما را پاچا میکنم و بنان تو دین تا ترک بکن. درست. با این تطمیع و با این تهدید و با این حذف روبرو نشوین. شما امرشان تعامل خوب بکن، بگذارین که در خرافات و دینشان بوده باشد، تا تعامل خوب شما اونا یک روز وادار به قبول حقیقت بکن. ولم یخرجوکم من دیارکم، و تا اینکه شما را از خانه هایتان بیرون نکرده باشه. انت بروهم، این که امرشان خوبی بکنین. و تقسطوا الیهم، امرشان در تعامل و در خرید و در فروش و در همه چیز انصاف را رعایت بکنین. ان الله یحب المقسطین، الله انسانای با انصاف را دوست داره. درست. شما سبحان الله در این آیت ببینید که الله میگه که در دو چیز است که این بعد از باز موضوع را به طرف حرب و به طرف قبول در رابطه با حفظ حق درست و صیانت میکشاند، که او چی است؟ یک در مورد دین سر شما حمله ور نشوند که شما را وادار به ترک دینتان بکنه. دومی که شما را به ترک خانه و کاشانتان بکنه. اگر این دو کار نکردن
در بسا قضایا شما هم رایشان خودگذری بکنه. از این خاطر قرآن کریم تأکید میکنه که و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. درست. بگذارین که کلام الله را بشنود و تا این پیام زیبای الهی را هر کسی که بشنود تغییر در زندگیش می‌آید. با اساس از او اسلام به عنوان دین کامل توان تعامل را دارد. به عنوان دین کامل توان تعامل را دارد و توان اصلاح را در مقابل غیر دارد. او را به طرف اصلاح میکشند. وادارش میکنه که به طرف خیر باید قدم بگذاره و نباید کار را بکنه که او در حقیقت صحیح نباشد. بنابراین جای دیگری در سوره مبارکه انعام آیه 108 به ما دستور میدهد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. شما وش کنه خدای جعلی و خاکی و به هر خرافاتی که دیگر را هستن به معبودشان و به چیزی که باور سرشان داره اونها را دشنام ندید. اونها را به کلمه استخفافی ذکر نکنین. زیرا جاهل است. اگر او جاهل نمی بود چون این کار نمیکرد. درست. فیسب الله عدوا بغیر علم. ناگهان باز او اعاذنا الله به حقیقتی که شما با او باور دارین باز به او دشنام میدهد. بنابراین وقتی که دشنام شد دیگه حقیقت جای پیدا نمیکنه. وقتی که مناظره به مجادله تبدیل شد حقیقت دیگه جای خود را کینه و بغض و عداوت ایجاد میشه. کینه است، بعد دشمنی است، بعد به جهالت دیگه رو میارن مردم. بغیر کذالک زینا لكل امه عملهم. خداوند میگه ما برای هر کس را ساختم عملشان را. بنابراین با حالت جای گرفتن شما کوشش بکنین که با تعامل نیکتون آهسته آهسته اونها را به قبول حقیقت بکشید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. این اساسات ماست. روی اساس ما مظاهر تعایش و تعاملی که باید با دیگران داشته باشیم او را فقها برای ما شما ذکر کردند. درست. با صراحت میگه به اساس حکم الهی، میگه اعتراف به وجود ادیان دیگر. ما اعتراف میکنیم اسلام به عنوان یک دین با وجود ادیان دیگر اعتراف میکنه. او را نمیگه که اینجا دین نیست، بلکه یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یعنی اعتراف است. ما اعتراف به یهودیت داریم، اعتراف به مسیحیت داریم، اعتراف به مجوسیت داریم. یعنی میگه که بیا یک بچه مشترک داریم به همین چنگ بزنیم. یعنی وقتی که ما اعتراف میکنیم به وجود ادیان دیگری این دلیل بر این است که ما آماده بحث هستیم. ما آماده یک زندگی مطمئن هستیم. ما آماده یک تعایش و یک زندگی مسالمت آمیز با دیگران هستیم. بنان قضیه را به جنگ حل نمی کنیم، بلکه ما میخواهیم که حقیقت او باید جای پیدا بکنه و کلگی باید به او حقیقت گردن بگذاره. بنان خود اعتراف به ادیان دیگری ای در حقیقت قرآن بر ما چگونگی تعایش و تعامل را با ادیان نشان داد که چگونه هم باید تعامل بکنیم. تعامل وقتی میشود که ما بگم بله تو هستی. وقتی که هستی در این خانه جای داری. پس بنابراین میگم که وقتی که تو جای داری از این خاطر کلیسای تو را تخریب نمیکنه، معبد تو را تخریب نمیکنه، جای عبادت تا از بین نمیبره. نه تنها که از بین نمیبره بلکه بر نگاهش میکنه. سبحان الله. با وجود این عبادتگاه های یهود و نصارا در کشورهای اسلامی مثلا در شام، در فلسطین، در بیش از 1400 سال که در دست نخورده همان گونه باقی مانده است، خیر دلیل هست بر این مدعا. این نکته است. اساسی ترین قضیه است. وقتی که ما گفتم که تو در خانه جای داری، درست، پس صاحب خانه هستی. با من نجنگ، شمشیر به روی من نکش، سلاح به روی من نکش. مانند دو انسان با هم زندگی میکنیم. تو به دین من توهین نکن و به دین تو توهین نمیکنم. و بحث حوار باید باز بگذاریم. بله. بحث حوار باید باشه. شما کار نکنین که بابا که نه ما چشمای کلگی رو بسته میکنیم، گوشای مردم بند میکنه. این کار نه، این خود دیکتاتوری است. و مخاطب میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. در اینجا جناب مولانا نکته را اشاره کنم که در اینجا این آیه که شما لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین جواب بر دو گروه از انسان ها میتواند در این زمان متاسفانه خیلی خاصا در بین نسل جوان رشد کرده است که
ایده میگویند که اسلام فقط در پی این است که هر کس که مخالف باشد، یهود، نصارا، هر دین و مذهبی که داشته باشد، فقط باید او را بکشد و به زور مسلمان بکند و در طول تاریخ همین کارو کرده. این شبهه است که چیز میکنن. و ایده دیگه هم که ایده از آن طرف افراط دیگه از این سوی تفرید میگویند که در هر کشور اسلامی هر جای که هر کافر رو پیدا کردی باید بکشی. متاسفانه استاد عقلش صحیح نیست. یعنی ما دین نیامده که دیگران را بکشه. و اگر خداوند متعال میخواست که کل گیر مسلمان میکنه تصریح میکنه. اگر الله میخواست همه مسلمان شود پس مشکل خود نبود. ما خو آمدیم تا امتحان شویم، دین را به اختیار خود بپذیریم و قبولش بکنیم. غیر از دیگه کل که مسلمان میشه دوزخ دیگه باید ختم نبود. دوم چیزی که استاد در رابطه به تعامل و با ادیان مطرح میشه اوست که دوری از اجبار دیگران به قبول دین. لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین. قد تبین الرشد من الغی. لا اکراه فی الدین. به هیچ وجه ما اکراه کردن نمیتونیم. زیرا قبول دین قبول می شود، پذیرفته می شود، قبولانده نمیشه. جای قبولانده هم درون انسان هست، قلب انسان. پذیرفته میشه. خود نفر باید بپذیره. از این خاطر لا اکراه فی الدین. قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. قضیه واضح شد. بدان وقتی که ما اکراه نمی کنیم، آزاده نکس زندگی بکنه. پیغمبر علیه السلام زنده است. تا مادامی که یهود غلطی نکردن، اسلام با اونا تعایش بسیار زیبا داشت. اونا را در کل قضیه شریک کرده بودن. میتونستن زندگی بکنن، آرام زندگی بکنن. سوم اساس است که تعامل نیک با اصحاب ادیان اخر. ما با ادیان دیگری تعامل بسیار زیبا میکنیم. رسول علیه السلام نشسته است. نصرانی های نجران میه در حدود 80 نفر با زرق و برقش میه. وقتی که میایه در کجا میباشن؟ در مسجد میه. گفتن که ما عبادت خدا میکنیم، هم نماز پیشین خدا میخوانیم. در همین مسجد نبوی خواندم، دیگه جای نخواندم. بحث حوار کشیده شد. خب چی رقم ای بحث بود؟ ای بحث خوب واضح و روشن بود که قرآن کریم این قضیه را واضح و روشن میکنه که هر پیامبری که آمده برای اتباع خود گفته که خامخا اگر پیغمبر دیگری می آمد شما چی میکنین؟ با او پیامبر ایمان میاد. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. سبحان الله. ولا تنصرنه. قال أأقررتم؟ سبحان الله. وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. از این آیات که دیگه صریح چی باشه. وقتی که نصرانی های نجران آمدن پیامبر علیه السلام این آیت پیش رویشان گذاشت که قرآن به محمد میگه آیا در کتاب شما محمد نامده؟ هرگاه پیغمبر بعدی آمد و تایید کرد اصول شما را. و اصول چی است؟ الله واحد لا شریک است. الله خالق، مالک، متصرف کل کائنات است. درست شده می؟ بله درست شد. معاد است؟ بله درست است. بله. خب این در مقابل اعمالتون پاداش میگیرین؟ بله. جنت است، دوزخ. کل مؤمن بهی این مطرح کرد. وقتی که این را گفت لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تشریع از کتاب، تطبیق از قوانین الهی بر روی زمین، این را که گفته شد ببینید که ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به. شما باید سرش ایمان بیارید. در کتاب پس ما پیغمبر برحق هستم. این هم کتاب ما که معجزه است. این هم حقانیت دین ما و این هم پیام های ما. در کجاش مشکل وجود داره؟ در کجاش مشکل وجود داره؟ ایره میگن و جادلهم باللتی هی احسن. نصرانی های نجران میگه قضای را مطرح کردن. خب ما وقت ایمان میگن که شما این سوالای ما را جواب بدید. خب سوالا چی سوال است دیگه؟
بس دیگه ایره مطرح کن سوالای عجیب و غریبه با وصف که او سوال دارم پیامبر دستم جواب برشون داد. وقتی که راه را سرش گم کردن حقیقت خود فهمیدن دیگه عالی که خود گفتن که چطور میشه این چوکی چطور میشه این زرق و برق دنیا چطور میشه این می زرق و برق دنیا وادارشان کرد که حق قبول نکنه و بگویا که تو خوب هستی ما خوب هستیم تو به کار خود برس ما به کار لکم دینکم ولی دین یا سلام نه نامش از یاد نمیره. یکی از علمایی که در اینجا بود شما چی میکنین به این کلامش گفت سوالا جواب پیدا کردین حقیقت برتان واضح شد چرا ایمان نمیارین پس با مو بدبختی های دنیوی و قضیه یعنی مالی و مادی اونا را فریفته ساخت. وقتی که پیامبر لسان فهمید که قضیه دیگه واضح هست گفت که به این شکل خانه میشه به این شکل خود شما را اعلام نمیکنم سه شکل ما فکر برید شما باید جواب بگوید درست خب چی کنن که بیان مباهله میکن سبحان الله پس یا ما به حق هستم یا شما به حق هستم شما هم الله را باور داریم من باور دارم شما هم جنت را باور داریم من دارم شما هم کل چیز یکی است پس وقتی که تو راست بیان مباهله میکن داداش نپرین شما هم بیان که اولادایتون ما هم بیان میگن که خدایا هر یکی که باطل باشه از بینش ببر این وعده را امرایشان کرد پیامبر رسول سبکی مبرد جای میاد خود میرود هیچ کس نیست پشت کار خود میرود فرار پس ببینید که در اینجا دین بر ما همین نکته را میگوید که ما تعامل نیک میکنیم با ادیان تعامل بد نمیکنیم و این اساسی است که در اینجا مطرح هست بدن احترامی که میگذاریم جایگاهش که برش میکنیم میمورن در جنازش میریم چهارم انتخاب اسلوب حوار و تفاهم درست این چهارم اساس است ما میگیم که خداوند متعال برای ما دین داده که این دین بسیار زیباست پس بیاین همراه ما تعامل بکنیم تعامل چی؟ تعاملی که یک چیز رو خب باید باور داشته باشیم تجربه را شریک میکنیم یک سلسله قواعد علمی را اعتراف میکنیم و کتابای شما را با کتابای خود یک مقایسه میکنیم پس میبینید که نتیجه چه میبره هرگاه در کتاب امیر آمد و برتان گفته شد که و اذ اخذ الله میثاق النبیین از کل پیامبرای تعهد گرفته شد لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرون همین پیام در کل کتابای شما اگر نبود بسیط در حالی که کتابایتان است پس که اصل همین چه آخی را تطبیق میکن بعد از رسول علیه السلام کی ادعای پیامبری را کرد؟ هیچ کس نکرد پیامبر ما آخرین پیامبر است به حسب کتابای شما و دلایل قاطع در اینجا وجود دارد از این خاطر ما اسلوب حوار و تفاهم نیک را با ادیان داریم ما میگیم که خب دنیای امروز به چی باور داره یکی از باورهای دنیای امروز خب اول خود این نقطه را عرض بکنم که ادیان دیگری استاد که دموکراسی گردن گذاشتن و او را قبول کرده به خاطر از اینکه دینی که به او معترف هستند او دین توان عرضه خدمات را و چگونگی چلاندن نظام را دیگه از دست داده است درست از این خاطر مجبور شدن که از ارزشایش عقب بباند دین را فقط یک وسیله ارتباط خودش با خدا بداند ارتباط شخصی کاملا شخصی اسلام که باورمند به کمال و شمولش هستیم به ابدیتش هستیم ما میگیم که نه ما خدمات عرضه میکنیم ما چگونگی ارتباط زیبای انسان را با خودش با خدایش و با مخلوقش تنظیم میکنیم ما هر آنچی که انسان را از خدا دور بکنه هر چیزی که از بیرون بیاید و رابطه انسان را با خدا قطع میکند او را معرفی میکنیم رابطه روی اساس وقتی که اسلوب حوار را که اسلام به عنوان یک دین مطرحش میکنه در اینجا میبینیم که دموکراسی عرض اندام کرده
و این دموکراسی به حقیقت کل ادیان غیر اسلام برش گردن گذاشته و برش تسلیم شده. وقتی که تسلیم شد خوی چی خوبی ها داره؟ باز میگه که ما اعتقاد و باور با آزادی ادیان داریم. ولی خب ما هم به امور داریم. درست. اسلام به امیر داره. از شما که پیش از اینکه حقوق بشرتان دموکراسی تان بیاد اعتراف به ادیان اسلام داره. این قضیه است که به من نو نمیته دموکراسی، بلکه ما از اون که خوبتر داریم و تاریخ ما گواه بری است. تاریخ ما گواه بری است. این فلسطینی که امروز اسرائیل چه ظلم میکنن در چتر اسلام عزیز ما، امی یهود که در وقتی که مسیحا حاکم بودن نفس کشیدن نمیتونستن، ولی در وقتی که مسلمان ها حاکم شدن این یهود بسیار آزاد و آرام زندگی میکرد، بسیار مقبول زندگی میکرد. روی اساس ما میگیم که تعامل با ادیان یا قبول اعتراف به ادیان این را شما که در اسلام پیش دارد. دو، آزادی بیان. میگه که دموکراسی چی دارد؟ آزادی بیان دارد. ما میگم شما که در اسلام این را پیش گذاشته، از این که دیگه چه قضیه با و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. این در کجا بود که نصرانی های نجران میایه و عبادت در مسجد نبوی میکنه و کسی بر چیز نمیگه؟ از این که چه آزادی برش و آزادانه با پیامبر گفتگو میکنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که خلیفه میشه در بین مسلمان ها، در اونجا میبینیم که در اولین خطبهش عرض میکنه که از میان شما بر بالای شما حاکم شده، بناهن ارگاه کج شدم شما من راست بکنید. بس عسکر شمشیر خدا میکشه برمیگه که ابوبکر اگر کج شدی با شمشیر راستت میکن. و حضرت ابوبکر صدیق میگه که الحمدلله که در رعایت ابوبکر کسایی است اگر ابوبکر کج شود و شمشیر راستش میکن. هیچ کس نمیتونه ثابت بکنه که او عسکر را کسی تهدید کرده باشه، کسی او را بد گفته باشه، بلکه امیر میگه که الحمدلله. بعد میبینیم که در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یک روز سر منبر استاد میشه، مردم را میگه که او مردم شما مهر دخترها را زیاد میگیرین، از یه بعد 300 درهم شرعی میگیرین. از کنج مسجد خواهر استاد میشه، دست خدا بلند میکنه یا امیر المؤمنین، جیغ میزنه، کلگی گوش میده چی گپ شد؟ گفت چه کنه خداوند متعال به ما قنطار را داده، قنطار یک عدد نامعلوم است، تو چرا تهدیدش میکنی به 300؟ این خب حق ماست. حضرت عمر میگه خطا عمر و اصحاب الامر. یک تعبیر دیگه شون کل الناس افقه من عمر. از منبر پایین میشه. از این که آزادی بیان بلند، از این که بلندش. یا میبینیم که در طول تاریخ وقتی که ما میبینیم که خلافت اسلامی است، هر کس نقد خود را داشت و گوش میدادن. بناهن آزادی بیان هم چیزی نیست که دموکراسی بگه که ما صاحبش هستیم، بلکه ما میگه ما صاحبش هستیم. اسلام صاحب ازی است و در زمان رسول علیه السلام و خلیفه مسلمان همیشه میگه بود. در زمان رسول علیه السلام وقتی که برش میگه که این مال خواهد از ننیت نیست و نبتش، از که دیگه چی میخوایی؟ چی چادر مبارک سرش از کشش میکنه، مرلی من مال الله الذی عنده. عجیب تعاملی هست که پیامبر علیه السلام از خود نشان داد. به همین شکل خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین که اونا در حقیقت ممثلین تعبیر اسلامی هستند، اونا هم بر ما میره نشان میدن. روی اساس استاد که وقتی که اعتراف به قبول ادیان و وجود ادیان اسلام کرد، قبول آزادی بیان اسلام کرد، قبول انتخاب اسلام کرد. درست. هر کس میتونه انتخاب بکنه، زن میتونه شوهرش انتخاب کنه. بنابراین امروز چی کنه دموکراسی خیلی به ما میگه که شما سر زن ظلم میکنه. نه، پدر دختر خود را به نکاح میده، پیش پیامبر علیه السلام میگه که یا رسول الله پدرم میخواد من رو به درزادش بده، من نمیخوام او را به نکاح بگیرم. گفت وقتی که تو نمیخوای پدرت حق نداره. گفت بس من فقط همه میخواستم که بفهمم که اسلام به من حق انتخاب. سبحان الله.
حالا حق انتخاب آقا اسلام میده، حق انتخاب اسلام میده. بنابراین ما با این نقطه میگیم که اسلام از نظر عقیده آزادی را قبول کرده، از نظر انتخاب زندگی در هر جایی که باشه او را قبول کرده، حوار و تفاهم و دیالوگ را اصل خود قرار میدهد. بنابراین چی بر ما دموکراسی نو میدهد؟ وقتی که کل تحلیلش بگذاری، دموکراسی یعنی چی؟ یعنی که تو لباس تبر، تو یعنی خانه را از بین ببر، خانواده را ختم بکن، اخلاقیات را زیر پای بکن. کل گپ در اینجا میچرخه. اگر بحث در عقیده باشه، اگر بحث علمی بوده باشه، اگر بحث حفظ خانواده باشه، اگر بحث چگونگی رشد اقتصاد و ارزش‌ها باشه، اسلام خود در اینجا گپ خود را داره بسیار زیبا. بیان که سرش بحث بکنیم که تو خیلی خوب نقشه میتی یا اسلام خوبش میده. دیدن چهارم نقطه همی بود که انتخاب اسلوب حوار و تفاهم نیک یکی از ارزش‌هایی است که اسلام عزیز با هر کسی دیگری، چی دین باشه، چی یک گروه باشه، چی فرد باشه، آماده ازی است. از این خاطر میگه که فقها میگه کسی مرتد شد، ارتد یعنی عقب رفت. اسلام را قبول کرده بود یا بحثای سوی فهم برش پیدا شد، یا کدام مشکل پیدا کرد، حقش برش داده نشد، جاهلانه اسلام را ترک کرد. حالا با این مرتد چی میکنه؟ اسلام میگه که حکومت مکلفیت داره با این نفر بشینه، درست. قضات امرش صحبت میکنه. بعد میگه 3 روز ایمان نیاره، 3 روز بعد از او من بدل دینه فقتلوه به عمل میشه. حالا این 3 روزی تو نیست، میگه 1 روز امرش بحث بکنه، روز دوم برش وقت بتین، روز سوم محکمش بکنه. ولی این موضوع ایرت نیست. خدا کنه که بحث 1 سال دوام بکنه، 1 سال تو امرش باید صحبت بکنه. او وقتی که او قضیه علمی را پیش میکرد تو بندش نکن، نه که وقت خلاص شد، درست ادامهش بده، گپ بزن. چون اسلام یعنی اعتماد داره به حقانیت خودش، کاملا اعتماد داره. از این خاطر کسی را سرش نمیبره. ما تابع و بعد از بیان همه این حقایق بازم کسی عناد بکنه، این دیگه حتما دسیسه ای در کار است. بالکل، او دیگه خود فروخته. ما که مرتد را محکوم به قتل میکنیم به خاطر که امنیت عمومی ما را زیر سوال میبره. و این در کل مملکت است، در امریکا نیست، در کل دنیا نیست. میگه منافع ملی ما را ضربه زده. درست. بنان از این که چقدر منافع ملی که دین را با پول بفروشه. این بحث هم وقتی پیش آمد که عده‌ای در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن گفتن بیاین مردم نسبت به دین اسلام شکاک بکنیم. صبح مسلمان شدن، شب کافر شدن، شب مسلمان شدن، صبح کافر شدن. به مردم گفتن که ما رفتیم دین مطالعه کردیم اما دین به درد بخوری نبوده. بالکل. این اساس شد. بنان ما خود نگفتیم که عقیده را آزادی عقیده را نمیدیم. آزادی عقیده را میتون، ولی منطقی برای همین موضوع باید داشته باشه که ارگو از اسلام کده کسی دین خوبتر را بر من نشان بده که روابط سگانه ما را تنظیم بکنه، خوب است، نشان بده. ولی چگونه یک نفر مسیحی میشه که بگه خداوند متعال سر گنجش شد، سر شاخ شد، امیر قندیل قبول میکنه، یا خداوند متعال با فلانه قشتی گرفت با خدا را چپه کرد. درست. یعنی ما امیر رقم میشود. روی اساس اسلام به حوار باور دارد و تفاهم باور دارد و این یکی از اسالیب اساسیش است و خداوند متعال توفیق نهد بکنه و آدم اسلام را که این اساس را زنده نگه داشته باشه. بله. یعنی میفرمایید که اسلام میگه که لا اکراه فی الدین، تو مجبور نیستی بیای مسلمان شوی، اما اگر میخوای مسلمان شوی این شروط است، این دین است، این ارکانش است و در نهایت اگر بخوای که مسخره بازی در بیاری، ریشخندی بکنی، قطعا گردن زده میشه. قطعا طرف میه همه شروط قبول میکنه، بعد در اثنا اگر برش مشکلی ایجاد شد میگه بیا بشینیم گفتگو کنیم. چی مشکل داری؟ در دین شک داری، در خدا، در احکام، هر مشکلی داری بیا با گفتگو حل میکنیم. طبیعتا که یک انسان عاقل کامل هیچ وقت همچین مشکلی برش پیش نخواهد آمد. جزاکم الله خیر. جناب استاد اگر موافق باشید یک میان برنامه‌ای بگیریم
ادامه بحث بعد از میان برنامه کوتاه. با ما همراه باشید بینندگان عزیز گرامی در برنامه نسیم رحمت با موضوع قرآن و ادیان دیگر. بعد از میان برنامه شما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی با برنامه نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امروز برنامه ما قرآن کریم و ادیان دیگر است. جناب حضرت مولانا، سوال رو این گونه به خدمت شما مطرح کنم که ما میگیم که دین یهودیت، دین نصرانیت، دین زرتشتیت، دین فلان، دین علان، اما الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط اسلام است. آیا ادیان مختلف وجود دارد در مسیر تاریخ پیامبران، یا اینکه همه این پیامبران به دین اسلام اعتقاد داشتن؟ قضیه چطور است؟ یعنی برای خیلی از خاصا نسل جوان این شبهه ایجاد شده که خب استاد، قبل از که من به این سوال بپردازم کمک تکمیله گذشته را بکنم. بفرمایید. ما تو میگم که کدام چیز در دموکراسی خوب است که او را ما نداشته باشیم؟ اما را بر ما کس نشان بده که اینی چیز دموکراسی بسیار زیباست و در اسلام نیست. درست. که ما وادار بکنیم جامعه انسانی را که اسلام را مثل که ادیان دیگر
شانه رو خالی کردن از ارزش‌هایشان، ما هم خالی کنیم. مثلا مردم شاید بگن که حق انتخاب، نکته در اینجاست که حق انتخابه که اسلام داره، بله، که به اندازه بر ما مهم است که پیامبر علیه السلام رحلت میکنه، نمیگه که پشت سر ما امور مملکت را و نظام را کی داره بکنه. درست. از این که دلیل واضح. قضیه بیعت عمومی در مسجد، درست. و حتی حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که در حالت بد از زخم و درد میکشید، کسی برش آمد که یک کسی نامش رو نوشته کنیم که اعلان میکنیم. یک بار برا قهر میشن، میگه شما چی میگین؟ اگر شما استدلال سر قضیه بنی ساعده میکنین، یک قضیه استثنایی بود و بار دیگه تکرار نمیشود. امور مردم را خود مردم باید به دست خود داشته باشه. از این خاطر ما باورمند بایستیم که اراده مردم در نظام باید مطرح باشه، اونا باید بفهمند. یعنی سبحان الله اصلا این جایگاه ندارد، اصلا این جایگاه ندارد. و چگونه اراده مردم تسلیم شود؟ قضیه اجتهادی است. از این خاطر حضرت ابوبکر صدیق یک رقم به نظام رسید، حضرت عمر به شکل دیگری، حضرت عثمان به شکل دیگری، حضرت علی به شکل دیگری، حضرت حسن به شکل دیگری. بناهن حق انتخاب را اسلام تایید کرده است و مهم می‌داند. یعنی اسلام با انتخابات مشکلی نداره؟ ابدا نه. صرف یک ما سلسله نقاط داریم که اگر الله توفیق عنایت بکنه که ما شما یک بحثی در رابطه با نظام سیاسی اسلام داشته باشیم که درست. اسلام این قبول نمیکنه که کسی از پول خود، از قدرت خود، از زور خود استفاده بکنه و با شانه‌های مردم حکومت بکنه. درست. اسلام این قبول نمیکنه. اسلام حاکمیت را مسئولیت میدونه، امتیاز نمیدونه. این تفاوت ماست. مسئولیت است. از این خاطر صحابه پشت سر میرفتن. از این خاطر وقتی که حاکم میشن گریان میکردن. این را خب بگذارنی که به خاطر چوکی کسی را به قتل برسانه، به خاطر چوکی مبارزه بکنه، چیزی است که اسلام ابدا به این پهلو نمیگذاره. روی اساس ما میگیم که کدام خوبی ها را در دموکراسی هست که ما را نداریم. درست. در حالی که بسیار بدی هاست در دموکراسی که ما اسلام از او براءت میکنه. انسان میخیزد با حیوان آروسی میکنه، مرد کت مرد آروسی میکنه، زن کت زن آروسی میکنه. هی عجیب است. درست. انسان اشرف مخلوقات میخیزه نوشته میکنه میراث ما به پشکم باشه. یعنی این نقاطی هست که اسلام میگه که این پهلوهای منفی تا به کنار بگذار. باید انسان رو آزادی بتیم، ولی چه رقم آزادی؟ از آزادی سوء استفاده نشود که کیان انسانیت را زیر سوال ببریم. شاید کسی بپرسد جناب مولانا که اسلام چرا میخواد یعنی اختیار شخصی من را، آزادی شخصی من را مقید بکند؟ مال من است، دلم که بر کسی دادم. چرا مرا مقید میکنه اسلام که مالت، میراثت باید به اشخاص معین بدی؟ بله استاد، اسلام میگه که هر مالی که تو در اختیار داری درست است که در ظاهر از تو است، ولی در غیر مستقیم از جامعه است. درست. از این خاطر وقتی که تو مال خود را داری، نزدیکترین کسایی که او سبب شده برای آمدن مالت، درست، او را محروم قرار ندید. یعنی شما باور بکنید اگر شما همه خانواده نباشه، اولاد ما نباشد، شاید بسیار عادی زندگی بکنید. درست. نمیخوام زحمت بکشیم. یکی از قضایایی که ما را وادار کرده که جمع بکنیم، حتی حلال و حرام را در نظر نگیریم، شب و روز را در نظر نگیریم، مسافرت ها را قبول بکنیم، این اولادای ماست. اون قضیه است که ما را وادار برای کار کرده. از خاطر اسلام میگه که اینها حق اولویت دارن که قومت است، خیشت است، نسبت است. اینا را باید کنار نگذاریم. بنابراین این اساس است که ما آماده حوار به این موضوع هستیم که خوبی هایی که اسلام داره در دموکراسی اگر باشد او را از کلش که ما بهترتر کنیم. بدی هایی که در اوجا وجود داره الحمدلله اسلام از بدی است. بنابراین اسلام آماده ای است که باید نظام را جور بکنه و شما نباید مخالفت بکنید با نظامی که خداوند متعال برای بشریت رو ثواب میده. در رابطه با قضیه که شما عرض کردین که اسلام، خداوند متعال ان الدین عند الله الاسلام، درست. در هیچ جا قرآن کریم شما پیدا کردن نمیتونه که گفته باشد دین مسیحیت، دین یهودیت، این نگفته.
بلکه عکس از اون ما میخوانیم که الله متعال میفرماید که شرع لكم من الدین ما وصى بها نوحا والذي اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. سبحان الله. این تصریح میکنه که خداوند متعال آراسته ساخته است برای شما دینی که با او وصیت کرده حضرت نوح علیه السلام را، والذی اوحینا الیک، و همون وصیتی که به او شده همون را به تو هم وحی کرد، و آنچه که وصیت شده بود به حضرت ابراهیم علیه السلام، به حضرت موسی علیه السلام، به حضرت عیسی علیه السلام، ان اقیموا الدین، که دین را حاکم بگردانه، نه خدا، نه نظریات شخصیتون را. سبحان الله. دین را حاکم بگردانه. این دین ولا تتفرقوا، و در این مورد اختلاف نکنین. تو نکنین که اسلام که دین همه انبیاست این را بگذاری بگو دین محمد صلی الله علیه وسلم. از این خاطر دین برگزیده شده نزد خداوند متعال دین الهی است که اسلام به عنوان اسلام مطرح می شود. باز میبینیم که قرآن کریم در سوره مبارکه بقره را باز بر ما تاکید میگه و وصی بها ابراهیم و بنیه. ابراهیم علیه السلام در آخری عمرش الله برش فرزند میده، ابوالانبیا که هم ادیان را قبول میکنه. میگه که او در وقتش که رحلت میکنه، در وقت آخری لحظات زندگی چی میگه؟ یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان الله. فرزندان عزیزم، الله برای شما یک دین را برگزیده، از خود دین جور نکنید، سلیقه های خود را به نام دین سر مردم تحمیل نکنید، بلکه گردن بگذارید آنچه که خدا بر شما داده و نمیرید، این دنیا را ترک نکنید مگر اینکه شما مسلمان باشید. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی پیامبران به سوی یهودیت و مسیحیت و اینا دعوت نداشتن، به سوی اسلام دعوت داشتن. اسلام. حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام در سوره مبارکه یونس آیه 84 میخوانیم که وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. سبحان. اگر مسلمان هستین به الله اعتماد بکنید، به الله باور داشته باشید. حضرت عیسی علیه السلام حکایتش میکنه عقیده از او را در سوره مبارکه آل عمران آیه 52 فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصار الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. اینم تحلیل میکنه. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله، و وحدانیت الله باور داریم، و اشهد ای عیسی تو باور داشته باش، گواه باش که بأننا مسلمون، ما و الله منقاد هستیم، ما مسلمان هستیم. در رابطه به می قضیه مسلمان یک قصه یادم آمد استاد. بله. یعنی مزمل صاحب خداوند متعال زنده داشته باشه، او یک وقت هم تو اسبش شنیده بودم که میگه چی آمده بود در 11 علامه سید قطب رحمت الله علیه در جهاد افغانستان، دیگه یک دانشمند یک چی گفت من میماندارش بودم دیگه. یکون پرسون از پیش میکنم، باز میگم سید دیما رو چی گفت، یک بار قار شد سید گفتن خودت سید شد. سبحان الله. بعد از او باز گفتی قضا خلاص شد، دیگه وقتی هست که رخصت میشه و میرم طرف میدان. من برش گفتم به عنوان یک داعی، به عنوان یک انسان دانشمند چی سفارش برای من میکنی؟ گفت به من گفت که بچه کوشش بکن مسلمان بمیری. سبحان الله. گفت دیگه دمیدنم یک باری مردک افتی که از برای خدا نگفتی که افغانستان آزاد شود از دست روسا، نگفتی آسیای میانه آزاد شود، نگفتی فلسطین آزاد شود، نگفتی ایای خلافت اسلامی شد، تو رفتی دمی شک داری باید مسلمان بمونی. گفتی قضا گذشت. بعد از 20 سال فهمیدیم که این بسیار سخت است، این مسلمان مردن سخت است و این کل مبارزه که ما میکنیم به خاطر این میکنیم که مسلمان بمیریم. سبحان الله. صحیح شد. از این خاطر این بسیار گپ مهم است که حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این اساس قضیه است. بنابراین اسلام دین همه انبیا علیهم السلام است. ان الدین عند الله الاسلام. این تنها
باید گفتن دین محمد صلی الله علیه و از خود دشمنان ما کوشش میکنه این عنوان از جای دین محمدی دین محمدی. نه، دین اسلام دین همه انبیا علیهم السلام است. از آدم علیه السلام گرفته تا به خاتم علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث قضیه بسیار زیبا را مطرح میکنه: ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل كمثل رجل بنا بیتا فاحسنه و اجمله الا موضع لبنه. میگه مثال ما امرای انبیای گذشته دیگری است که یک قصر زیبایی ساخته شده باشد، بسیار مقبول، هر کس به نوبه خود. بالکل در رو خشت کن، ولی این قصر تکمیل شده، خود جای یک خشت در اینجا نیست. مردم که برای دیدن از این قصر وارد بشن که میبینه که زیبایی عجیب و غریب شاهکاری بسیار بلندی در این به کار رفته. وقتی که مبره باز امو جای خشته کلگی اعتراض میگه که چرا مانده چرا میگه فهمه اما لبینه ما امو خشتی هستم که در جایش گذاشته شم دیگه قصر تکمیل شد. اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دین. بس این دین تکمیل شد، این پوره شد. از این خاطر است که وقتی که این نکته شد که دین همه انبیا علیهم السلام دین اسلام است، پس چون اسلام دین همه انبیا شد، همه انبیا و خوبی ها و تراث انبیای گذشته تراث ماست، میراثشان میراث ماست، ارزش‌هایشان ارزش‌های ماست. این نکته است که قرآن کریم هم بسیار واضح و روشن این موضوع را مطرح میکنه. و اذ اخذ الله، وقتی که خداوند متعال گرفت تعهد میثاق النبیین، از پیامبران تعهد گرفت. لما اتیتکم من کتاب، هنگامی کتاب به شما رسید و حکمت اندرز، ثم جاءکم رسول، باز پیامبر دیگری پشت شما آمد، این تو پیامبری که مصدقون لما معکم، تایید میکرد پیامی که با شما. تو پیامبر چی میکنی؟ لا تؤمنون به، ایمان سرش میاری، مخالفت نمیکنی، ولا تنصرون، کمکشان میکنی. از حضرت آدم علیه السلام که پیام آمده تا به حضرت عیسی علیه السلام و مملو از کتابایشان. بعد میگه قال اقررتم، شما اقرار به این کردین؟ با امتش میگه اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، تعهد محکم ما را به این گرفتین. قالوا اقررنا، گفتن ما پیام گرفتیم. قال فاشهدوا، و شما گواه باشین و انا معکم من الشاهدین، شما گواه باشین که پیام را به امتتان میرسانم و ما بر بالای شما گواه هستم. پس با این گفته میتونم که اسلام دینی چی شد؟ همه انبیا شد، همه انبیا. بعد این دین آمد، این دین چی میخواهد که ما قصرش میچسبیم؟ اسلام به عنوان دین همه انبیا کمال انسان را هدف و مصداق خود قرار داد. انسان باید به طرف کمال برود. بله. حالا این کمال چی است؟ این کمال انسان در همیسته که باید قصرهای بسیار بلند را جور بکنه، باز انسان کامل می شود. آیا در جمع کردن بسیار پول است؟ آیا در گشایی است؟ در چی است کمال انسان؟ درست. اسلام آمد میگه کمال انسان در 3 چیز تبلور پیدا میکنه. اولش رابطه خودت با پروردگارت. هرگاه یک رابطه مقبول داشتی با پروردگارت، این را باور داشته باش که تو در خط کمال قرار داری، زیبا رابطه رو داشته باشی. درست. با پروردگار چگونه رابطه خوب داشته باشی؟ هنگام که معترف بشوی که الله خالق است، درست. الله متصرف امور ماست، الله معبود ماست، به این باور داشته باشی. و الله مرا فرستاده تا این دین را در زندگی خود حاکم بگردانم و به دیگر را برسانم. سبحان الله. این کارم است. مرا فرستاده تا این دنیا را آباد بکنم، مرا بفرستاده. هرگاه امی اساس را قبول کردیم، رابطه ما با الله جور می شود و زیبا می شود. هیچ دینی به این شکل مطرح نمی کند. هیچ دینی. بدان هیچ کسی در بینتان مداخله کردن نمی داند. درست.
آمدی اعتراف بکنی به الله و اعتراف بکنی به مسئولیتی که الله برای تو سپرده. مسئولیت تو چی است؟ دین را به مردم برسانی، دنیا را آباد بکنی. دو مسئولیت است. یعنی کمال ما در همیست. یک باد معنویت است که ارزش هاست، یک باد خدمت است. درست. هر دویش باید پیش بریم. هرگاه انسان این کار نکرد، در حقیقت ادعای کمال نکنه، نگوید که ما هستیم. در کجا خدمت به خلق الله کردی؟ در کجا تو تانستی دین تا زیبا تعبیر کردی؟ این اساس. نکته دوم، تعامل بسیار زیبای با مخلوق. کمال انسان دریست که با مخلوق بسیار زیبا ارتباط داشته باشه و تنگاتنگ داشته باشه، بتانه یک محور باشه، نراند. از این خاطر اسلام آمد بر ما حتی چگونه حیوان را ذبح کنیم به ما نشان داد. الدین و معامله، تعامل را به ما نشان داد است. الدین و معامله است. هرگاه ما با مخلوق تعامل خوب داشتیم، با او دروغ نگفتیم، با او خیانت نکردیم، با او ظلم نکردیم، حقش را برش سپردیم، حق خود را شناختیم، حق دیگران را شناختیم، در حقیقت انسان کامل است و به طرف کمال قدم گذاشتن. اگر تمام روزی طرف در صف اول مسجد باشه ولی در تعاملش با مخلوق خدا دروغ بگوید، خیانت بکند، رشوت بخورد، دغلکاری بکند، وعده خلافی بکند، این انسان کامل نیست. این انسان دروغگوی است. این را باید بفهمند و درک بکنند. از این خاطر حدیثی که قبلا شما ذکر کردین که دین تعامل است. دین تعامل است. پس سوم نقطه است که ارتباط زیبایت با خودت چگونه است؟ بل الانسان علی نفسه بصیر. چه بس اوقات ما با خودمون ارتباط نداریم. از این خاطر دپرشن است، از این خاطر اندوه است، از این خاطر غم است، از این خاطر دنیای کلان سر ما قید میشه، از این خاطر صاحب خانه، موتر، اولاد، پول، همه چیز هستیم. ولی یگان بار انسان خدا پایین میندازه، یگان بار خدا انتحار میکند، یگان بار بدبختی های عجیب و غریب سرش میاره، یگان گولی ها میخوره که گولی خو بخورم، کی بخورم، می بخورم. این کلش به خاطر است که رابطه خودش با خودش خراب است. چگونه رابطه خودش با خودش خراب است؟ صفاتی که رب العالمین در سوره مبارکه فرقان ذکر کرده، او صفات در این است. و عباد الرحمن، این عباد الرحمن نشده. درست. از این خاطر وقتی که با خدا رابطش خراب شد، با خودش هم خراب میشه. وقتی که با خدا رابطش خراب شد، با مخلوق هم خراب میشه. هر دوش میریزد. پس یک انسانی که دروغ بگوید، همه مردم برش دروغ گوی معلوم میشه. درست. کل مردم، کل دروغ میگه. چرا خودش دروغ میگه؟ یک انسانی که خیانت بکنه، خیلیشون کلی خیانت میکنه. وقتی که دو صفت اساسی که انسان باید اون را داشته باشه، امیر مفقود شه، پس هر معامله که میکنه میترسه، تشویش داره. از چی؟ نشود دروغ هم را گفته باشه، نشود خیانت هم را بکنه. پس در درون مال خوری آوار خودم میخوره. اعتمادش به الله هم از بین میره، اعتمادش به مخلوق هم از بین میره، اعتمادش با خودش هم از بین میره. میگن اعتماد به نفسش از دست داده. همه چیز از دست میده. پس وقتی که این رابطه دیگه خراب شد، دیگه خوابش خراب، نان خوردنش خراب و طرف خراب، هیچ روز خوشی نداره. گم عیدش هم غم است، غیر عیدش هم غم است، کلش در غم زندگی میکنه. بس که توی دنیا بدم آمده. او برادر کن دنیا زیباست، چرا بدت آمده؟ چقدر زیباست دنیا. باور بکنه این لحظه که ما با شما شدم قخاش هستم که هیچ فرسان نکنه. چرا این دنیا رو بد بگویم؟ بسیار زیباست. وقتی دنیا خراب میشه که تو با خودت خوب نباشی، خیانت بکنی، غلطی بکنی، وفا را بشکنانی، تعهد بشکنانی، دیگه در تو چی مان دیگه؟ یک ریموت هستی دیگه. میگن دنیا مزرعه است، مزرعه آخرت است. یعنی در وضعیت دنیا ببینیم کسی که مزرعه‌ای داشته باشه، جای کشت و کاری داشته باشه، چقدر
زیبایی و کوشش میکنه آب سعی بته، خاکش مواظبت بکنه، علف‌های ارزه را نگذاره که اونجا رشد بکنه تا که میوه و حاصل خوب در پایان فصل دریافت بکنه. یعنی میفرمایید که انسان خوبم، انسان مؤمنم باید در بهتر ساختن دنیای خودش، ماحول خودش سعی و تلاش بکنه تا نتیجه خوبی در آخرت به دست بیاره. قطعا. و ببینین اگر ما یک گرسنه را نان میدیم، این بسیار خوب است که تمام روز سجده کرده برفتیم. این برای ما مهم است. یعنی چه بسا ما فرائضی داریم که را نباید از بین بریم. مسئولیت های خدا باید بفهمیم. از این خاطر استاد آلی این سه ارتباط شد: ارتباط با الله، ارتباط با مخلوق، ارتباط با خود. هرگاه ارتباط ما با الله خراب شد، ارتباط با خود و با مخلوق خراب است. هرگاه با الله خوب بود، ارتباط که با الله خوب شد ما را وادار میکنه به قبول تکلیف و قبول زحمت، قبول یک سلسله چیزی که از نظر ظاهری بر من ناملایم است. مرا اسلام چون گفته که دروغ نگو، خدا گفته که خدا خفه میشه. لعنت الله علی الکاذب. میفهم که اگر دروغ بگم نه فایده میکنه، نمیگم. درست. چرا نمیگم؟ به خاطر که الله منع کرد. خیانت نمیکنم. چرا؟ به خاطر که الله برام گفته خیانت نکن. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. این کار نکنید. پس وقتی که این کار شد که این صفات عقیده با الله و هم به شکلی که الله خالق و مالک و مدبر شؤون و متصرف و مرید به اراده خودش است، به این شکل عقیده داشته باشید. بدونه که در پهلوی خدای دیگر قبول بکنید، در تصرف الله متعال تصرف مخلوق رو قبول بکنید، در خلقت الله خلقت دیگرها رو بپذیرید. ما را به دو صفت دیگری کمک میکنه. کمک ما میکنه. بنابراین اینی سی صفت تحققش در وجود یک انسان بدون علم بسیار مشکل است. از این خاطر خداوند متعال در کتابش به خاطر از که ما بتانیم دین را هضم بکنیم و متدین بوده باشیم و اسلام را زیبا و تحلیل بکنیم، میگه که قبول که علم را، و علم وسیله یافتن حق است. فبشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. این نتیجه شد دیگه، رفتن شد که علم به عنوان وسیله تغییر. اگه میخوای تغییر بخوری به علم راجع کن. از این خاطر اولین آیت که نازل میشه در رابطه به علم است. از این خاطر تاکید میکنه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. استفهام انکاری خود به خود میرسه که جواب در خود کلمه است. در استفهام انکاری جواب در خود کلمه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، در خود کلمه میگه نه برابر نیست. خود همین آیت برات میگه برابر نیست. از این خاطر انما یخشى الله من عباده العلماء. علما از خدا میترسن. از این خاطر برما میگه که اگر شما خواسته باشین تغییر را بیارین، پس به کجا مراجعه بکنین؟ به علم. اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. از این خاطر اهمیت میدهد قلم را، نون و القلم و ما یسطرون. و هر جایی که در قرآن قسم را دیدین فهمین که خدا وقتی که به مخلوق سوگند میگیره برای رشد ظرفیت های ماست. از این خاطر نون و القلم و ما یسطرون یک طرف حروف مقطعات را میاره که خودش جای تحلیل تفکر را دارد، بعد قسم را میگه نون و القلم، سوگند به قلم که همه تاریخ را بر جمع کرد و چگونگی نوچر حیات را به معرفی برگذاشت. اکنون میبینی که کار دین در حقیقت ساختن انسان شایسته است. انسان شایسته، انسان کامل، تا بتواند از امکانات و فرصت‌هایی که در اختیارش است به طرف کمال و بقای واقعی قدم بگذارد. کمال و بقای واقعی. کمالش میشد که خوب رابطه را پیدا کرد.
درست. بقایش در چی شد که آخرت تضمین شد. در دنیا چی زندگی خواهد باشد؟ یک 15 سال ما شما در خوا رفته، یک 15 سال ما در طفولیت گذشته، چی میمونه برای ما؟ یک چند سال ما در ریش سفیدی که از هیچ کار نیستیم دیگه، به اون میره. این دنیا چی است؟ قیمتش چقدر خواهد بود؟ و آخرت در حقیقت یک زندگی همیشه. بناهن قرآن کریم در اخیر به ما شما دستور میدهد که ای انسان که دین اسلام را تو در زندگی تمثیل میکن، خوب بدان قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. این اساس دیگه. یعنی دین کدام چیزی نیست که تو بوسکلیش بری و بگوی که همون تو دیگه مسلمان هستم دیگه عمل درک نداشته باشم. دین برنامه زندگی است. برنامه است، منهج حیات است. از این خاطر میگه قل، و در قرآن هر جایی که قل آمد پشت سر موضوع بسیار مهم است. قل اعملوا، بگو ای پیامبر برشون که عمل بکنیم با دینتان. ایت نگو که بوسکده بری دین را. قل اعملوا، با ارزش‌هایی که تو باور داری با عمل بکن. قل اعملوا. ولی تو تمام روز میگی که یهودیت بد است، یهود کار میکنه، تو قراره که خو کردی. دنیا برات میگه که او خونه ساخت، دیر ساخت، تو چی ساختی؟ اسلام میگه برو عمل بکن. فلانه تو که دستانه تو گپای او رو کنار بگذاریم. قل اعملوا، عمل بکن. همه چیزی که میگه قل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله اعمال شما رو نظارت میکنه، و رسوله و پیامبرش، و المؤمنون، مسلمانان نظارت میکنه. ولی ما چی میکنیم که فلانه خوب است، فلانه بد است، فلانه اینا بگذار، بگو عمل چه کرد. پشت اینو آن گپ میزنیم، پشت فلانه. یک برو چی کردن اینا؟ چی خیرشان با آخرتشان رسید، چی خیر به دنیا داد، چقدر دین را حمایت کردن، چقدر دین بدنام کردن. طرز فکر قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده. بذاتی که پنهان و آشکارا پیشش یکسان است، با او بر میگرده. یحشر الناس حفاتا و عراتا، لچ پیش الله استاد میشه، و در مقابل چی میشه؟ پرسیده میشه. فینبئکم بما کنتم تعملون، چیزی که بوده باید. از این خاطر قرآن کریم میگه که اگر شما به دینتان عمل بکنین و ارزش‌ها را در زندگیتان تحقق بخشیدین، بخوای نخوای دیگه غیر از اسلام دیگه دین در دنیا نخواهد بود. زیرا مردم به چی میآیند؟ به حقیقت باور پیدا میکنن، به قوت گردن میگذارند، به عدل گردن میگذارد. پس میخوانیم در سوره مبارکه نحل آیه 97 بسیار یک زیبا تعبیر میکنه و این لوحه و شعار یک مسلمان است. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. این دیگه ختم شد. بهترین زندگی میخوای؟ این زندگی بهتر نمیشه که فقط بگو باور دارم ولی عمل نباشه. من عمل صالحا، هر کی کار شایسته انجام بدهد، ولی کار شایسته به اصطلاح نکره است. درست. وقتی که نکره شد با کوچکترین قضیه هم اطلاق شده میتونه. من عمل صالحا، اندکترین عمل چی است؟ غیبت نکنی، همین رو کده میتونی. دروغ نگو، درست. فحش نگو. این خوب بسیار از تو کدام کار کلان نخواسته، اما کده میتونی. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چی مرد باشه چی زن باشه، اگر کار شایسته ای کرد و هو مؤمن، باورمند به این باشه که این کار به خاطر خدا کرده. از این خاطر یک کس میگه والا در فلان جا که دروغ نیست از برای خدای تو نگو. یک سلسله قضایا را شما به اساس کمره ها صالح میبینید. در هر طرف کمره هست که میشور میخوری، حداقل میگه در 1 کیلومتر بیش از 200 مرتبه زیر فوکس کمره.
این کار به خاطر از این صداقت به خاطر از این نیست که صداقت به خاطر از که تو باور سرش داشته باشی. این صداقت به خاطر از است که اگر یک بار گیرت میکنه باز تو را بلک لیست میکنه، جریمه میکنه. این کار به خاطر جریمه میشه. از این خاطر خیال میکنه همه چیز خوب است. یک چند وقت هم تکرار میشه میگه که درست است دیگه. اگر یک بار برق برود بعد از با هزارها دکان مردم اما که دیروز برش میگفتی که تو صداقت هست اما صداقت والا گم میشه که دزدی هست، باز قتل هست، باز تجاوز بر حریم است، همه چیز باز پیدا میشه. بس که دیدیم در بعضی از کشورهای اروپایی یا آمریکا که یک هرج و مرجی در یک شهری که ایجاد میشه، صدها مغازه چور میشه، به انسانها تجاوز میشه، دزدی میشه. امی گفتم از خاطر خداوند متعال میگه که و هو مؤمن. امی کارهای شایسته که انجام میده ای به خاطر از که باور و اعتقاد به داره که این انجام نمیتونه مگر به خاطر که الله اسمش خوشه. از خاطر کار شایسته میکنه و هو مؤمن. از این خاطر است که چگونه شوه که امی حاکمیت الهی را در زندگیش بیاره، یگان چیزا را بر ما شما دستور میگیری انجام بده تا دیگه دروغ و راست معلوم شه. صبح که وقت بخی نماز برو. درست. یعنی برای تشبیه هم دو تا ملکی که هست، هم دو تا کامره‌ای که از طرف الله سبحانه و تعالی است، همون رو همیشه حاضر و ناظر می‌بینی. سر ما این نقاط را گذاشته که این کار انجام بده تا او کار حفاظت بکن، این کار انجام بده تا او کار حفاظت شه. فلنحینه حیاة طیبه. باز در نتیجهش ما یک زندگی پاکیزه را نصیبش میکنه. حضرت علی کرم الله وجهه میفهمه که حیاة طیبه یعنی چی؟ هی القناعت. سبحان الله. این قناعت میکنه. سبحان الله. و کسی که قانع شد به زندگی خود ابدا سر تعظیم به غیر الله پایین نمیکنه، ابدا کار نمیکنه که دو ذلیل شود و خار شود، ابدا با چیزای دیگری دل نمیبندد که از اون نیست. درست. فلنحینه حیاة طیبه. یک تعداد علما میگه فلنحینه حیاة طیبه ایست که رضایت الهی در محور عملش است. سبحان الله. اگر بالاتر بریم اهل الله بازار میگه فلنحینه حیاة طیبه که تایید الهی برای قبول عملش میگیره. سبحان الله دیگه. مراتب عجیبی است که انسان اصلا داره. در اخیر استاد در سوره مبارکه فجر در آخر آیاتهایش یک عجیب تعبیر را میکنه، میگه یا ایتها النفس المطمئنه، این نفسی که تو اطمینان پیدا کردی که تو خلیفه خدا در روی زمین هستی، در روشنی منهج الهی زمین را باید آباد بکنی و در آبادی از این زمین سهم گرفتی. میفهمی چی میشود؟ ارجع الی ربک، به طرف پروردگار کامیاب برگرد. ارجع الی ربک با خیال راحت، راضیه مرضیه، در حالی که تو راضی باشی و او هم راضی باشد. سبحان الله. عجیب است، یک مقام بسیار بلند است. یعنی یک چند موقت ما عسکری داشتیم به اصطلاح دنیا داره چی است؟ عسکری. درست. تو در اینجا به منهج الهی زندگی کردی، ارجع الی ربک، اکنون دیگه برگرد به طرف پروردگار، راضیه مرضیه. فادخلی فی عبادی. یک جیلی از مردمای صالح تیر شدن. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. الله متعال ما شما را جنت نصیب بکنه و رب العالمین از ما راضی باشد. آمین. توفیق اعمال صالح را رب العالمین نصیب ما بکنه و خداوند متعال و لطف کرمش ما را از اهل ایمان بگرداند. آمین. از کسایی بگرداند که در اخیر زندگی ما باز هم کلمه توحید بر زبان ما جاری شود و الله از ما خوش باشد. آمین. و جزاکم الله. آمین. جزاکم الله خیر. تشکر میکنیم از جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد که با این موضوع جالب و واقعا شنیدنی در برنامه نسیم رحمت با ما بودند. تشکر از تک تک شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه بیننده برنامه نسیم رحمت بودید. ما همونطوری که در برنامه قبلی هم ذکر کردیم آماده شنیدن پیام های انتقادات، پیشنهادات و نصایح شما عزیزان هستیم. اگر موضوعاتی رو دوست دارید که در برنامه مطرح بشود حتما از طریق شماره واتساپ ما با ما در میان بگذارید.
تشکر دوباره دارم از جناب حضرت مولانا. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت و تندرستی کامل نصیب شما کند و تشکر دوباره از شما عزیزان. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.